سیوم ماه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر آستانه جمهوری قزاقستان در همایش نخستین آسیای مرکزی و ایتالیا اشتراک و سخنرانی نمودند. تاکید گردید که نتیجه های نشست امروزه باز یک قدم مهم در گسترش همکاری و ادامه عنعنه‌های نیک مکالمه سازنده میان آسیای مرکزی و ایتالیا خواهند شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان رشد همکاری در ساحه‌های انرژتیک، ذخیره‌های آب، تندرستی، کشاورزی و علم و معارف را مهم شماریدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی در رابطه‌های کشورها موقع مهم را اشغال می‌کنند. راهبر دولت اوید به امکانات‌های تاجیکستان در پیشبرد رابطه‌های گوناگون سمت اندیشه‌رانی نموده برای استفاده وسیع اقتدارهای موجوده اندیشیدن چاره‌های ثمربخش را ضرور دانستند. بهره برداری از ذخیره‌های فراوان تاجیکستان در ساحه‌های گیدر انرژتیک، استخراج کندنی‌های فایده‌ناک، استحصال و صادرات محصولات کشاورزی، نساجی و مصالح ساختمانی به منفعت کار دانسته شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از دایره‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری ایتالیا دعوت نمودند که با جلب سرمایه و تکنولوژی‌های پیشرفته در استخراج، کارکرد و صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی تاجیکستان فعالانه اشتراک نمایند. راهبر دولت ما از همکاری عملی تاجیکستان و ایتالیا در ساحه‌های صنعت سبک یادآور شده فعالیت یک قطار کارخانه‌های نساجی کشور ما را با سرمایه و تکنولوژی‌های شرکت ایتالیایی نمونه واضح این رابطه ها نامیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد کردند که با در نظر داشت اقتدار کشورها و طلبات بازار خزینه مشترک سرمایه‌گذاری آسیای مرکزی با اگنتی صادراتی قرضی ایتالیا و نمایندگی تجارتی شرکت‌های پیشقدم این کشور در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. تطبیق لایحه‌های رشد کمیونیکاسیون‌های نقلیاتی منطقوی و انفراساختار از سمت‌های آینده‌دار همکاری نامیده شد. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان از کشورهای اشتراکدار همایش نخستین آسیای مرکزی و ایتالیا دعوت نمودند که در پیشگیری از تغییریابی اقلیم و مطابق شدن با عاقبت‌های آن نیز که یکی از مشکلات جدی زمان معاصر به شمار می‌رود همکاری نمایند. اظهار باور کرده شد که نخستین کنفرانس بین المللی اوید به حفظ پریخا که امروزها در شهر دوشنبه جریان دارد توجه جامعه جهانی را به این مسئله بسیار مهم جلب خواهد کرد. ما از هوسمندی خزینه اقلیم ایتالیا در همکاری با کشورهای رو به رشد در مقاومت با تغییریابی اقلیم استقبال میکنیم. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان. ضمن معرفی امکانات‌های همکاری در ساحه معارف، سرور دولت به راه ماندن همکاری بین دانشگاه‌های تاجیکستان و ایتالیا را جانبداری نمودند. تاکید گردید که ما با تهیه برنامه‌های مشترک تعلیمی، تشکیل مبادله اکادمی و گذراندن تحقیقات مشترک علمی هوسمند می‌باشیم. از مبادله دانشجویان با دانشگاه‌های پیشرفته ایتالیا هم در اساس دوجانبه و هم در دایره برنامه‌های تعلیمی اتحادیه اروپا به خصوص ارازموس پلوس و گاریزون اروپا استعمال کرده شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان در رابطه با ادامه نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون سیاره و وضع زود تغییر‌یابنده جامعه جهان، ادامه همکاری در سمت مقاومت با تهدید و خطرها از قبیل مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، ظهورات رادیکالیسم و جنایت‌های متشکل فرامرزی از جمله جنایت‌های کیبری و گردش غیرقانونی مواد مخدر را امر مهم معنی داد نمودند. در فراورد سخن راهبر دولت محترم امامعلی رحمان آمادگی تاجیکستان را برای همکاری زیچ با ایتالیا اوید به همه مسائل مورد توجه طرفین اظهار داشتند.